چی اومد اونجا وایساد ولی ماشین پلیس گرفتش. داش آرش خیلی مخلصیم. سامان عزیز دل چه خبر؟ نوکران. آقا امشب دیگه کل رو ترکوندیم. بریم به چرخی ببینیم چه خبره. آره داش آرش گل چه خبر؟ ردیفی؟ مخلصی. خوبی؟ همه چی خوبه؟ چاکرات. شما چه خبر؟ شنبه افتخار دادی اومدی بریم یه دوری بزنیم. حال کنیم کل رو به بچه‌ها نشون بدیم. آره چند وقت بود ندیده بودم من. بچه‌های قدیمی کل. اودی رو اخت بود نه؟ اخت آر 8 تیتی که دیگه نمیزنن که بقیه‌شو زدن. سفر چطور بود؟ سفر خیلی حالا یه سفری بود که واقعا میتونم بگم اسمشو سفر بذارم. خیلی خوش گذشت. یعنی 3 هفته رفتی حال کردی. حسابی من آرشو بعد 3 هفته دیدم. 3 هفته عالی بود. خیلی رفته تازه پاک تمیز برگشته. رفت کجا رفته بودی؟ تایلند و آسیای دور دیگه ها؟ تایلند و اندونزی و سنگاپور. آره 3 تا شهر کشور. یعنی خیلی خوب بود. جاتون خالی. حال داد نه؟ خیلی قبلا پارسا رفته بودم مالزی. فقط مالزی رو دیده بودم. آسیا حال میکنی کلا؟ آسیا آره خوبه دیگه چون یه جور با حال میده. چون سفر به نظرم یه ذره دور باشه آدم حال کنه. و اینکه تو اروپا به چرخه هم بد نیست دقیقاً. ولی اون حال میده اونجوری. تو اروپا آدم میتونه مثلا تو یه هفته آخر هفته این ور اون ور بره و برگرده بیاد و اینا. نزدیک همه چی. درست. پایش نبودم ولی پایش شدم. خیلی حال داد. جاتون خالی. پیشنهاد میکنم زیاد. تو چیکار کردی تو این چند وقته؟ منم هیچ دیگه گیر کار و تولید محتوا. خیلی هم خوب. یه ولاگ با بهمن گرفتیم یه پادکست. خب ان شاء الله حالا با شما قسمت بشه بگیریم. اوه واضح باش. یعنی گاو راندیم با هم از اینا. کلمه بدی بود گفتم نه؟ گاو که کلمه زیباییه. حیوانه بنده خدا. حیف حیوان. واقعا به حیوان. آقا غذاش خیلی باحال بود اونجا. هر روز ماهی می‌زدی. خیلی حال میداد. چیز لب آب بودی دیگه همش دم آب دیگه. من همه بدنم سوخته. جزیره هم رفتی؟ سوختی کامل؟ پام همه سوخت. بعد خیلی بار بود تو بالی. من روز اول 2-3 روز اول نزدم. نه بابا. به خدا بعد یهو ترکی. بعد چون موتورم گرفته بودیم بعد با موتور که سوار میشی بدتر میسوزی. الان داریم نزدیک رینگ میشیم. سفر بعدی کجا میخوای بری؟ کجا دوست داری بری؟ سفر بعدی رو هنوز تصمیم نگرفتم ولی آرش همش تو سفر این اواخر. آره فرصت شد رفتم. خیلی حال داد دیگه. چون تا وقتی که وقتشو هست آدم با استفاده کنه. دیدم جای باحالی رفته بودی، عکسای باحالی. تو ولاگ بگیر دیگه برای بچه‌ها. یوتیوب خوبه. نمیدونم وارد نیستم من که از این کارا ولی جاهایی که رفتم خیلی جای باحال بود. رفته بودیم تو بالی و رفتیم تو یه قسمتی که خود بالینا زندگی می‌کنن. مثلا سعی کردیم جای توریستی نریم. بریم جایی که مردمش واقعا زندگی اونجا چجوریه. آره. بعد خیلی حالا شماره بالی بودیم. توریست بود نه که نبود ولی کلا توریستایی بودن که واقعا اومدن سفر نیومدن مثلا شو آف کنن و اینا. یه چیزی فیک بود. مثلا یه وسط بالی بودش عبود بود شهره. اصلا خندت میگیره. چرا؟ کل آلمانی‌ها اومده بودن اونجا که دادن مراکز یوگا بیایم آره اونجا معروفه دیگه اصلا یوگا. اصلا خندت میگیره. اصلا تو کالچر بالی اصلا یوگا وجود نداره. این واسه خودش اونجا گوگلی واسه. آره بابا یوگا از هند دیگه. نمیدونم کجاست. از بالی نیست. نه بودا دیگه. بودا. آره اونا هم بودا هستن ولی تو کالچرشون یوگا نیست. مثلا یعنی چجوری بهت بگم؟ چرا هست خود یعنی هند بوده دیگه قبلا. آخه اندونزی فرق میکنه. آره ولی از هند نزدیک دیگه رفته اونجا منتقل شده. میگم توریستا برده بودنش. شاید مثلا یارو چه 1000 نفر یکی بکنه ولی عموم اونجا نبود که بیا اون شهر رو این کارو کنه. میگم ساخت دست اروپایی‌ها بود اونجا. خیلی بامزه بود. آره عربده‌های بچه‌های کل دیوونه خونه داره شروع میشه. تازه اولشه هیچ خبری نیست. امشب تازه زیادم شلوغ هم نیست.
نه بیشتر رفتم مسافرت فکر کنم. من داشتم میومدم پیشتون خیلی خلوت بود و تو چه خبر؟ تو تعریف کن. دیگه کار مال چیزی منم یه 14 روزی شیفت بودم با دانشگاه و اینا. الان یه 2 روز تعطیلم دیگه. خونه رو اینا رو تمیز کردم و الانم که در خدمت شماییم. گفتیم شنبه رو بریم یه حال کنیم با دوستانم، کف اشتراک بذاریم، حال کنیم. ممنون میشم سابسکرایب کنین کانالو و دنبال کنین دیگه. با ولاگ‌های باحال در خدمتتونیم. سابسکرایب کنین بچه‌ها. زنگوله‌رم بزن. زنگوله‌رم بزنین زیره. الان از سمت چپ اومدیم سمت راست کلن، درسته؟ کلن همچین دایره شکل شهریتش. از چپ اومدیم راست الان. از راین هم وسط شهر رد میشه سمت چپ که آرش زندگی میکنه. من سمت راست کلن زندگی میکنم دیگه. الان داریم میریم سمت ریس. بله از همینجا هم شروع شده. اینجا داریم میریم سمت ریس کلن. بریم که ببینیم چجوریه. خدا کنه شانس ما باحال باشه و هیجانی. داداش این چیه؟ چه؟ من جا کرد داخل. خواسته بزنم بهش ها. اون چه ماشینی اونجا پارک کرده؟ بنتلی. نه بابا چه کل هم هسته. آدم گرفته دیدیم کلن ولی خیلی شلوغ شده دیگه. قبلا اینجوری نبود نه؟ کل؟ آره یه جوری شلوغ شده که برای خونه پیدا کردن خیلی جالبه. مثلا من که همکارام داشت تعریف میکرد اینا سعی میکنن اونایی که خونه‌شون رو دارن میدن اصلا ببین چه ایدئولوژی افتاده تو مغزشون. خب یه زن هم هست که خونه میدن فقط به اونایی خونه‌هاشون زودتر یعنی در اولویت تا یکیشون کسی که تو خود کل اومده باشن و این خیلی بده. چون تو وقتی مثلا به عنوان نگاه میکنم ببینن که آیا تو مستاجر خوبی بودی، هستی یا نه، کجا زندگی کردی و بعد همون که اسمت خارجیه یه ذره اعتبارتو میاره پایین دیگه. آره دیگه اونو میاره پایین. باید یعنی با رزومت و با سابقه کار و قرارداد کار یا پول اون پولی که نشون میدی بهشون که چقدر درآمد ماهانته اعتبارتو بخرید. اعتبارتو بخرید. اکثرا اول نگاه میکنن اون فامیلیا رو رد میکنن و از کجا اومده. خیلی بامزه بود و خیلی بده چون تو گیر میافتی توی یه خونه مثلا وقتی همین بخواه خونت هم عوض کنی سخت میشه. به خاطر الان خیلی شلوغ هم شده و این شلوغیش هم اثر منفی باشه روی خونه دیگه. الان من بخوام خودم خونم رو عوض کنم اینا یه جورایی سخته. آره باید خیلی بری بزشتیگون کنی پیدا هم بکنیم چیزی که مایل دلت هست و باید کلی باید قیدی یه چیز رو بزنی دیگه. یا لاگه باشه یا مثلا اون موقعیت خونه خوب باشه یا نمیدونم دستشوی آشپزخونه‌اش مجزا باشه خوب باشه. همچنین اونجا پلیس بازار شد که اینجا دقیقا مرکز رینگ دیگه. اوه فراری رو لامبو داداش. لامبوره لامبورگینی بخر دیگه آرش. خوب اومده ولی خیلی دوست دارم عقبی رو. سیستم ها فرق ماره به اینجا دیواره کنه. تو این فیلم همه چی رو تونستی بگیری. عزیزم ماشینو اینجا یه نوع دیوونه خونه دیگه. اینجا دیگه پارتی مایلی قسمت
خیابون دیگه تا صبح زنده است. همینجور اتفاقات پشت اتفاقات، پلیس بازی میشه، پلیس میاد میگیرن میبرن میخورن. اینجا دیگه همه با ماشینای خوب میان اکثرا دیگه. بنز، آره دیگه اکثرا لامبورگینی و حالا امشب چیز پورشه و شنید چی گفت دو پلیس و پلیس اصلا باش مهم نیست. دوئل بنز و لامبو رو داریم. اونجا وایساد پلیس با ماشین. آرش به نظر تو بهترین شب کدوم شبه؟ یکی مثلا یکی میخواد بیاد کلن، چه تاریخی بیاد بهتره؟ برای اینکه مثلا اون کلچر لیبن رو ببینه، اون کلچر لیبن میخواد کلنی رو ببینه. خب کارناوالات شد کلن که معروف نسبت توی این ایالت که همه میان نگاه میکنن که توی برج 11 و برج 2. آره کارناوال کلن بچه خیلی باحاله، اونو من حتما بهتون پیشنهاد میکنم بیاین. یه 5 روزی هست دیگه تو فوریه، نه؟ آره دیگه تقریبا یه هفته هست. خیلی باحال و تجربه باحالی. بعد تو تابستونا هم باشن اوکیه، چون آخر هفته ها تو سمت اقرفند و اینا همیشه پارتی و واسه آخر هفته هم خوبه همیشه. تو تابستون ها هست مثلا برنامه‌های خاص، مثلا یه جا هست بهش میگن XLN اقرفند. تو یه بار یه بلیت میگیری حدود 10-12 تا کلوپ میتونی یا بیشتر میتونی بری توش با اون. ولی ارنفلد شنیدم، رفتم فکر کنم یه بار. خیلی تجربه جالبه. بیشتر. آره دیگه این آهنگاش که همون جوریه. ولی جالبش این که تو با یه دستبندی که داری میتونی کلوپ‌های مختلفو بری. چند تا استیج داره. آره تجربه جالبیه. اونم حالا باحال. عکسشو میذارم دوستان ببینن حتما. خودت لوکیشن مورد علاقت کجاست؟ کجا رو بیشتر، کجای کلن بیشتر خودت دوست داری؟ من بگریس فیتل رو خیلی دوست دارم. بگریس فیتل آره چون هم یه جای وایبش باحاله، نه؟ هم وایبش باحاله، هم اکثرا جوونایی ان که رفتن چه میدونم نه خیلی کوچیکن نه خیلی بزرگن. بعد پر توش بارا و کافه‌های خیلی باحال و خوشگل مشکل و از این حرفاست. غذاهای خوبی هم داره و یه ذره فازش نسبت مثلا به جای کلن فرق میکنه. یه ذره میگم جوون پسندتره، یعنی اونجا من خیلی دوست دارم برم مثلا کلا امسین کنم، خونمو عوض کنم برم اونجا. ولی یه ذره سخته دیگه، همین دلیلی که گفتم اونجا هم یه ذره هم گرونتره. لذا کسایی که توش زندگی هم میکنن نمیان از خونه ها بیرون، چون اگه بیاد بیرون یه باید 3 برابر اجاره بده یه جای دیگه. آرش هم خدا رو میخواد هم خرما رو، همه چی رو میخواد تو شهر باشه. آره اونجا خیلی باحاله، همه چی هم داشته باشه. ولی خب همه کیه که خوشش نیاد. آره دیگه ولی همون دوست داریم ولی نمیشه دیگه، شدنی نیست واقعا. مثلا تو کلن که یه سیتیه، یه بیگ سیتی حساب میشه، متروپول و خیلی سخته واقعا. شما چقدر پسر خوبی هستی آقای آرش. پلیس چی امشب هرچی بود تو کلن رو دیدیم فکر کنم، هر اتفاق قرار بیفته. شما از خوبی از خودتون قربان. نوکرتیم به مولا. تا الان فهمیدم کجاییم. تاریک میشه چشام نمیبینه. کلن خیلی شروع. اینجا رئیسه دیگه، میان مثل سعادت آباده، میان اینجا دختربازی. ما که اصلا این چیزا نیستیم. اما به شما فقط پلیس هم نشون دادیم که میچرخن اینجا. بازار رو گرفتنش، نه؟ پلیس گرفتش. هم گرفت یا نه نباید پارک کنه دیگه. جا پارک اینجا ممنوعه. چه پلیس بازاری بود؟ دیدی؟ گل بود ها؟ گل بره. الان اینا دارن مخ میزنن. آره اینجا در حال مخ زدن. داشت بذار ما بریم یه جون. 2 تا ماشینا جفت کردن دارن مخ میزنن. دختربازی در ملأ عام. اینجا دیگه ولی مثل ایران نیست پلیس بیاد بگه چرا دختربازی میکنی دیگه، نه؟
مگر اینکه شکایت کنی بهش اینکه این آقا استاد خیابون رو اینجوری ببنده، چرا پلیس میاد یقش میکنه. دختره داشت مخشو میزد. بیا چی بود ماشینه مگه؟ دختره داشت مخشو میزد. پلیس هم اتفاقا داره میاد، داره نور میندازه، شماره رو میندازه، الان یارو رو یقه میکنن. دقیقا همین نقطه‌ای که چی بود به پسره ماشینش چی بود؟ پسرم این بنز قدیمی بود. عزیز آقای اجازه بدیم ما اینجا شما اگه خواستی راهنمو بذار عزیزم. میری چم دیوانه خون امروز چقدر شلوغه اینجا. شنبه شب دیگه. شب اومده بودیم، شنبه شبش فرق کنه. شب ما بنزیدیم دیگه. من اصلا بنز برام اصلا عادی شده. هیچ اصلا عاشقاله بابا ماشین عاشقاله. این بنزیه که تو با بری اصلا 150 تا پولشو بدی. خدا وکیل بنزی که با 40 تا بنز نیست. پورشه است. پورشه رو من خیلی دوست دارم. خب رسیدیم الان به بزرگترین مسجد اروپا که در کلن. اینجا میبینید آقای اردوغان هم اومد کلن افتتاحش کرد. دیروز هم اینجا عید قدیر عید سوکافست چی میشه؟ عید قدیر کی؟ عید رمضان بود دیگه دیروز اینجا. دیروز؟ آره رمضان که خیلی سوکافست بود دیگه. سوکافست چی میشه؟ عید قربان قربان. دیروز هم عید قربان بود. سوکافست؟ آره رمضان که تمام شد. خب رسیدیم به ارنفلد زیبا. من خودم یکی از محله‌های مورد علاقه کل واسه من چیزه ارنفلد باحاله. آره ارنفلد خیلی دوست دارم. وای بشه. خب الان با آرش بریم یه چیزی بخوریم. خیلی گشنمون شد. خب ما غذا هم بزنیم و آرش مشغول شده. آرش جان بزن. حتما بچه ها بیاین کلن بیاین. اگه آلمان هستین یا اروپا هستین به کلن سفر کنین. محشره. فوق لیسانس عمران داری ها؟ فوق لیسانس عمران دارم. با انجینیر دقیقا. آره مثل شهرداری کل کار میکنی؟ آره شهرداری کار میکنم. آره واسه این شهرداری نه اون شهرداری تو ایران. شهرداری واقعا شهرداریه. ساختمان‌های جرثقیلی می‌بینیم. خانه‌ها تا اگه معلوم باشه حالا تو روز خیلی بهتر معلومه. من عکسشو میذارم. ساختمان‌های خانه‌ها طراحش ایرانی بودن و واقعا باعث افتخار ما ایرانیاست. خب پشت سر منو می‌بینین پل عشق تو کلن که پر از قفله. حالا تا اون جلو نمیشه بریم، پر از مأمور آمبولانس شده. ولی تا همین حد بهتون بگم که اونایی که عاشق میشن میان واسه عشقشون پایدار بمونه اینجا قفل میزنن، قفل میشه. حالا تو قفل زدی اینجا تا حالا؟ من نه نزدم. منم نزدم. حالا ان شاءالله که بختمون باز بشه پر از قفل کنیم اینجا رو. قفل کنیم، قفل بازی. قفل کنیم خودمون رو اینجا. مرسی که حال دادی ما رو امشب آوردی. مرسی که اومدی. شب کلن رو دیدین دیگه با چراغ آبی. پلیس هم باهاتون شب بخیر. شبتون زیبا. شب بخیر و شادی. روز شب هر چی که هست. آره ان شاءالله که سلامت سالم باشین. سابسکرایبش کنی. سابسکرایب یادتون نره. آره مخلص حرف نداریم. ویورره آرش ویورره. ویروره یعنی